سرخط مهمترین خبرها: اعتراض 4 روزه در خاروق پایان یافت. پهلوانان تاجیک در ابوظبی گرند سلم 3 مدال گرفتند و امام علی رحمان در ترکمنستان باکی چی گفت؟ درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 29 نوامبر است. اعتراضگران در شهر خاروق پس از مذاکرات با مقامات به اعتراض 4 روزه خود پایان دادند و میدان نزد حکومت ولایت بدخشان را ترک کردند. هم مقامات رسمی و هم نمایندگان جامعه شهروندی این خبر را تصدیق کردند. خبرگزاری دولتی خاور نیمه شب گذشته با تکیه به مرکز مطبوعات ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت بدخشان خبر داد که به گفته مقامات گرد همایی غیرقانونی که روز پنجشنبه 25 نوامبر در خاروق از طرفی به گفته مقامات بعضی گروه‌های منفعت‌دار آغاز شده بود، ساعت 20-28 نوامبر پایان یافت. در این خبرنامه کوتاه آمده است که مسائل مورد نظر از سوی مقامات دادستانی در همکاری با نمایندگان جامعه شهروندی سنجش و حل و فصل می‌شوند. نصف روز 28 نوامبر پس از نیمروزی مذاکره نمایندگان جامعه شهروندی با نمایندگان حکومت وضع در خاروق به حالت معمولی برگشته است. ستاد بین اداروی و تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید همکنون فعالیت نقلیات عمومی در مرکز خاروق به نظام درآمده است و نقطه‌های سودا به طور معمولی کار خود را ادامه می‌دهند. یک عضو جامعه شهروندی که در این مذاکرات اشتراک داشت گفت پس از مذاکره 10 ساعته مقامات طلب جامعه شهروندی را قبول کرد. به گفته او مقامات وعده دادند که افرادی که در میدان اعتراض کردند تعقیب نمی‌شوند و کارمندان مقامات انتظامی که در مرگ گلبدین زیابکوف دست دارند به جوابگری کشیده می‌شوند. پاسگاه‌های اضافی از شهر خاروق برداشته می‌شوند و اینترنت دوباره دسترس می‌شود. ساکنان خاروق گفته بودند که 3 پاسگاه اضافی در نزد بازار و بیمارخانه خاروق نصف روز 28 نوامبر برداشته شدند. اعتراض ساکنان در خاروق 4 روز پیش به دنبال کشته شدن یک ساکن راشقلعه در پی عملیات بازداشتی او آغاز شد. مقامات گلبدین زیابکوف را گمانبر در جنایت می‌دانند و میگویند او هنگام بازداشت مقابلت مسلحانه نشان داد. ساکنان به این باور ندارند و شیوه بازداشت را خلاف قانون می‌دانند. حالا مقامات وعده تفتیش عادلانه قضیه را دادند. ضمناً دفتر مطبوعات رئیس ولایت بدخشان خبرها درباره برکناری رئیس ولایت علیشیر میرزانباتوف را رد کردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام ابوظبی گرند سلم 2021 که روزهای 26-28 نوامبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، 3 مدال، 1 نقره و 2 برنج به دست آوردند. هر 3 مدال را آنها در روز آخرین مسابقه 28 نوامبر در وزنهای سنگین صاحب شدند. کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. او بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان به فینال برآمد، ولی در قوازمایی نهایی از ورزشکار 21 ساله روسیایی منصور لارسانوف مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً این اولین مدال کامرانشاه در مسابقه سلسله جهانی گرند سلم به شمار می رود. پهلوان دیگری تاجیک جهانگیر مجیدوف نیز در وزن تا 90 کیلو رقابت کرده برنده مدال برنجی شد. او در دور اول موهب الهنسی کانادایی را شکست داد، ولی در چهارک فینال از جایزه‌دار بازی‌های المپیک توکیو 2020 دولت بابانوی ازبکستانی ناکام شد. جهانگیر در دور تسلی بخش فرانسیسکو بالانته کلمبیایی را مغلوب کرد و بعداً برای مدال برنجی بر ایرلند شیروی قرقیز غالب آمد. مدال دوم برنجی را در این مسابقه به تاجیکستان تیمور رحیموف آورد. او در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور دوم پرداخت و امیل متسون را از سوئیسیا مغلوب کرد، ولی تیمور در دور چهارک نهایی قوه آزمایی را به یوگنی بالفسکی از اوکراین باخت. سپس او در دور تسلی بخش بر ورزشکار فنلندیا مارتی پومالاینن دست بالا شد. پهلوان تاجیک برای مدال برنجی والری اندوفسکی را از روسیه شکست داد. این دومین مدال تیمور رحیموف در مسابقه سلسله جهانی گرند سلم حساب می شود. قبلا او در باکو گرند سلم مدال نقره گرفته بود. تقای مراد رازقوف، هنرمند خلقی تاجیکستان که نقش‌های ماندگار به مثل رئیس، لنین، لاهوتی و عینی را در صحنه تئاتر آفریده است، 75 ساله شد و از جمله هنرمندان است که بعد از ختم دانشکده هنری مسکو به دوشنبه آمده تئاتر جوانان را تأسیس داد و تا حال در اینجا هنرنمایی می‌کند. هنرمندان و تئاترشناسان تاجیک از وی به عنوان محدود هنرمندان نام میبرند که در اجرای نقش‌های مختلف ناتکرار است.
لحظه از نمایشنامه گرداب در تئاتر جوانان تاجیکستان. در نقش اساسی هنرمند مردمی تقای مراد رازقов نقش اساسگذاری ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی را می‌بازد. من در این باره با رفیق یهودی نوشته بودم خوشبختانه از مسکو خود او را به سفر خدمتی فرستادند که از گناه‌های بنده با چشمان خود آگاهی یابد. تقای مراد رازقов هنرمند خلقی تاجیکستان که نقش‌های ماندگاری به مثل رئیس، لنین، لاهوتی و عینی را در صحنه تئاتر آفریده است. 75 ساله شد. وی از جمله هنرمندانی است که بعد از ختم دانشکده هنری مسکو به دوشنبه آمده تئاتر جوانان را تأسیس داد و تا حال در اینجا هنرنمایی می‌کند. وقت وزیر ما مهربان نظرش بودن، دائما می آوردن خبر می‌گرفتن، بعد گفتن که همین وقتی که تمام میکنین هر خوابگاه برای شما تیار است، یک بنا پیدا میکنیم، بعد شما تئاتر نو تشکیل میدید. بعد پروفسوران ما اوید به همین کارهای دیپلمی ما را به همین رپرتوار تئاتر جوانان موافق کردن. گفتن که همین 4 نمایش 5 نمایشی که ما تیار کردیم همونجا کار دیپلمی برای تئاتر آماده بود. الکی 27 دکبر خدا خواهد همین سال تئاتر ما 50 ساله میشد و در اینجا در حقیقت همه هنرمندان این تئاتر یکی از هنرمندان بهترین جمهوری هستند همش. و ما به وصیت کرده بودن که فرزندانم همین وای نکنیتون پولش کمه تئاتر، لیکن برای وطن، برای خلق، برای وطن مهنت. ما فقط برای وصیت‌های معلممون و برای کم و بیش ما به جمهوری اردن میکردم وقت با ما همینه به نظر گرفته تا وقت خدا با شکر تئاتر را نگاه داشتیم و تا که هستیم البته نگاه می‌داریم. هنرمندان و تئاترشناسان تاجیک از وی به عنوان محدود هنرمندان نام میبرند که در اجرای نقش‌های مختلف نوتکرار است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در سفرش به ترکمنستان با رهبران ترکیه، ازبکستان، پاکستان و ایران صحبت کرده است. این سفری او در دایره 15مین سمیت سران کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. رحمان با شفقت میرزیوف پرزیدنت ازبکستان و عارف علوی پرزیدنت پاکستان موضوع افغانستان را بررسی کرده است. او در صحبت جداگانه با دو پرزیدنت گفته است از راه اندازی همگانه طرح‌هایی که برای امنیت افغانستان ضرورند پشتیبانی می‌کند. در صحبت با ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران، رحمان همکاری‌های دو کشور را سودمند نامیده است. در چند سال اخیر مناسبت ایران و تاجیکستان به سردی گراییده بود، ولی حالا دیده می شود که مناسبت ها دوباره بهبود یافتند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که همکاری ها با ترکیه را رجب طیب اردوغان رهبر این کشور و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان قناعتمند گفتند. سفر رحمان در پس منظر حادثه های خاروق ولایت بدخشان صورت گرفت. در شبکه‌های اجتماعی از او تنقید کردند که به جای حل بحران داخلی به خارج سفر کرده است. طرفدارانش این سفر را با در نظر داشت اهمیت منطقوی مهم خواندند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 نوامبر را فرا میگیرد. آخر نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحان‌های ختم‌کنی مکتب‌های همگانی و داخلشوی به دانشگاه‌ها را نظارت می‌کند. این مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخلشوی به دانشگاه‌ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخلشوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته‌های بودجوی تحصیل یکی از دیگر هدف‌های این مرکز میباشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن یک نوع گلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگشناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای طاقه چکن خیلی قدیمی بوده، در آن 3 نمونه رمز آریایی ثبت شده است.
29 نوامبر سال 1936 زادروزی دلبر قاسیمова یکی از معروفترین چهره‌های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای ملی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم‌های وقت زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبا، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابکوف مؤلف فیلم آب از کجا میآید بود. دکبر سال 2006 دلبر قاسیمова در دوشنبه درگذشت. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه باز هم پایین رفته، ارزش دلار باشد کمی بالا رفت. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 149 سومان و 60 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1129 سومان و 79 درم برابر است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامداد. تشکر که خبرهای ما را پیگیری میکنید.